سلام دوستان، انشالله خوب و سلامت باشین. خوش آمدین در ویدیو جدیدم. دیگه امروز میریم پشت سودا در مغازه آلمانیا. کسایی که اینجا نیستن دیگه نام فروشگاهش یا آلدی یا لیدل میریم، نمیدونم دقیق کدامش، یا اونجا میریم دیگه. شما را کتفت ببریم، نشان میدیم که چی میگیریم چی نمیگیریم. و دیگه فعلا میرم تا مادرم اینا به گوشی رو ببرم، یک شیشه ضربه براش بندازم دیگه. باز وقت بخیر میرم که اتوبوس تا فروشگاه. شما هم دیگه بیننده باشین فعلا. ما هم رسیدیم بخیر. ببینیم یا در لیدل میریم، این لیدل نشته است، یا که اون طرفش آلدی دیگه. بریم ببینیم که چی لازمه چی نیست بخیر بگیریم دیگه. شما بیننده باشین دوستان. دوستان دیدین دیگه یک دانه اینجا سه تا فروشگاه کلان است، یک شدیکاست، یک لیدل خدیدم، اونجا هم آلدیست. میریم داخل از فروشگاه خرید ما را از اینجا میکنیم دیگه. اینجا ما دیگه همش پارکینگ است، موترها را پارک کردن. بریم بخیر. دیگه هم از فروشگاه آلدی سالات اینا، نان اینا اونجاست دیگه. میوه همه چیزای طرف است. باز دیگه نان، کافه اینا همه چی همین طرف هستن. اینجا هم دیگه سالات میگم، گوجه، خیار، سبزیجات، همه چیزا همین طرف هست. اینجا هم یخچال، کاکائو اینا هم طرف هست. یخچال، بعضی نوشیدنی ها تا شده روبرو گوشت ایناست. این طرفش هم پنیر ایناست، اون جلو پنیر ایناست. اینجا بعض وقتا بایسکل اینا میفروشن، وسایل خانه همه چی میفروشن این طرف دیگه. اینجا هم چپس اینا، نوشیدنی این طرف. اینجا دیگه چبلق مبلغ هم هست برای چبلق خانه از بیرون، جراب همه چی هست. یا ببینین دیگه خودتون. فعلا چند چیزا رو گرفتیم، در کالسکا ماندیم دیگه. بریم ببینیم دیگه چی لازم است، باز برایتان نشان میدم که چی گرفتیم. اینجا دیگه چیهای بازی هم هست، توپ اینا فکر کنم الکل است آوردیم. طرف ماست ایناست، شیر، تخم مرغ. اینجا را گفتم دیگه پنیر تیزرا طرف هست. خب دیگه سالگاه ما دیگه خلاص شد. اینجا موز، تخم مرغ، چپس، نان، پیتزا، چای، خوراکه همه چی هست دیگه. پنیر، بستنی، خامه، شافالو، سیب، همه چی هم دیگه داخل هست دیگه. میرم به طرف چی که اینا رو حساب کنیم بخیر. شما هم بیننده باشید. این سودای ما سه تا خریده شده، همه چی رو همینجا ارجاع ندید. شاید ما بگیرم چند اتوبوس میاد که چند
دیگه دوستان ما خرید ما رو کردیم دیگه میریم طرف خانه بخیر. منتظر اتوبوس هستیم، اتوبوس بیا بخیر باز دیگه میریم طرف خانه. شما هم دیگه اگه ویدیو خوشتان آمده لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت خوب نوشته کنین تا ویدیوهای بهتری براتون بگیرم. فعلا ببینیم دیگه شما سیت دیگه فعلا خدا قسم دیگه دسته چیزی گفتنی نمانده. یا تشکر. فعلا خداحافظ تا ویدیو بعدی.